نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خواجه‌یوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده 1 سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند. من پول دولت بسپردم، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول من برقرار کند. من دیگهش نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکم میبرد برای من نشته هیچی گفته نمیتونم. مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که 10 نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و منزلی دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند. 14 ایتاش برآمدگی بود. ما شدی که اینکه خانه‌ام این روز تیار شده است میرویم. این خانه را نگرفتن، نه خیلی رو قپیدن محکم کردن. خیلی ما همین طلب داریم ای دولت که خانه ما را بگیرن بتن ما کم بغلوک جبریم. نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزلی دسترس در ماه اوگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امامعلی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزلی دسترس را تفتیش کنند. در شرحنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنات در شرحنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهکار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید. عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظر گرفتن پولهایشان از این شرکت هستند.